شان را آرامش ببخش و ما را از رهروان راه حسین و راه آزادی، عدالت و انسانیت قرار بده. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همکنون توجه شما حضار گرامی را جلب می‌کنم به سخنان گوهربار و دلنشین از دوست برادر عزیز ما جناب آقای متقی تا آمدنشان در جایگاه صلوات محمد پسند عنایت فرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبي نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اعتباری که قول داره بودن قول دارن مدرسه‌ها همه درمیون شروع به جدید کشیده میشه و دوستانی که علاقه داشتن کتاب‌ها مجانی بارش که اون کتاب‌ها رو بردارن. اون کتاب‌ها هر کس خود برداره برداره. بعد امروز به من پیشنهاد دادن که آنجا با اندازه 10 دقیقه 15 دقیقه یه وقتی بذاریم برای چی؟ برای سوال و جواب.